Assalomu alaykum, donishjo'yim aziz. Mavzuy o'zimon do'yib tarixiy omuzishi fotosintez. Naqshi kori imro'za mavzuy o'zimon از 5 قسمی اساسی عبارت است که ما را دیده می‌بریم. یکمش این مقدمه مفهوم و اهمیت فتوسینتز، دوم اولین نظریه ها و تجربه ها در عصرهای 17-18، سوم باشد کشف روندهای رشته‌ای و تاریکی در عصر 20 و چهارم فتوسینتز در علم معاصر و اهمیت آن. یعنی پنجم خلاصه دوید بر جریان‌های فتوسینتزی که می‌گذرد. مقدمه مفهوم و اهمیت فتوسینتز. چطوری که ما می‌دانیم فتوسینتز این یک روند است که توسط آن رستنی‌ها بعضی نمودی باکتریاها و الگاها یعنی نورهای آفتاب را برای تبدیل دادن به گاز کربن و ماده‌های ارگانیکی می‌باشد. یعنی اگر ما وسیع‌تر وارد گفته گوییم از در نتیجه جریان فتوسینتز در نتیجه حاصل‌شوی اکسیژن و از نور آفتاب و تبدیل دادن گاز کربن و آب و ماده‌های ارگانیکی یعنی گلوکوز استفاده می‌برند. این روند اساسی حیات در روی زمین است، زیرا در آن نه تنها ماده‌های غذایی حاصل می‌شود بلکه اکسیژن حاصل شده و برای نفس‌کشی موجودات زنده در روی زمین خیلی لازم است. فتوسینتز از یونان قدیم نور یعنی این پیوست‌شوی علاقمند شدن سینتز یعنی جریان مرکب کیمیایی میباشد که تبدیل نیروی رشته‌ای یعنی انرژی رشته‌ای در بعضی حالت‌ها در افکنشات انفراسون و نیروی پیوست‌شوی کیمیایی ماده‌های ارگانیکی با همراهی یعنی کلروفیل در رستنی‌ها و باکتریوفیل‌ها و باکتریاها در فیزیولوژی رستنی‌ها یعنی اصول‌های تحقیقات آموزشی آن در این جریان فتوسینتز اکثراً فونکسیون افوتروفی حسابیده می‌شود که این مجموعه جریان‌های از خودکنی تبدیلیابی و استفاده نیروی کوانت‌های رشته‌ای در ریاکسیون گوناگونی اندروگنی از جمله تبدیل گاز کربن و ماده‌های ارگانیکی میباشد. یعنی ماده ارگانیکی یعنی از جمله یعنی حاصل‌شوی گلوکوز به حساب می‌رود. تاریخ آموزشی فتوسینتز در عصر 17 آغاز می‌یابد. در آن وقت آدم‌ها درباره نقش هوا و نورهای آفتاب معلوماتی دقیقی نداشتند. یعنی جوزف گریسلی سال 1771 عالم انگلیس اولین شده نشان داد که رسانه‌ها این هوای بد را یعنی تصور کردن می‌توانند. او تجربه گذراند که در آن موشک در ظرف نفس گرفته می‌ماند ولی اگر در داخل ظرف رسانه باشد آن زنده می‌ماند. این نشانه نخستین تاثیر رسانه‌ها به هوا به حساب می‌رود. یعنی اینگنهاوز سال 1779 برای استفاده از تجربه‌های تست نشان داد که رسانه‌ها نه تنها در رشته‌های اکسیژن استحصال می‌کنند و نه در تاریکی. در اینجا نشان داده شده است که گاز کربن با آب به ریاکسیون رفته. در اینجا با رشته‌های انرژی رشته‌های آفتاب ماده ارگانیکی یعنی گلوکوز و اکسیژن را حاصل کرده می‌گیرد که این جریان ریاکسیون میباشد که ریاکسیون بیوکیمیایی در جریان فتوسینتز در رسانه‌ها روی می‌گیرد. قسم دیگری موضوع امروزی ما در جریان فتوسینتز از آن عبارت است که در عصر 18 آن چگونه حاصل شدند. بسیاری‌ها در هنگام انگلستان و آلمان کوشش می‌کردند فهمند که ماده‌ها هنگام جریان فتوسینتز چگونه حاصل شده آن را معاین کنند. اکسیژن یعنی در اتمسفر در جریان فتوسینتز هنگام انرژی رشته‌های آفتاب اکسیژن حاصل می‌شود که این جریان را جریان فتوسینتز می‌باشد که در نتیجه محصول آفتابی آن ماده ارگانیکی به حساب می‌رود. رسانه‌ها گاز کربن را به هوا می‌گیرند و در عوض آن اکسیژن را خارج می‌کنند. این کشفیات برای بیولوژی و کیمیا خیلی مهمه. در اساس بیولوژی معاصر گذاشته شده است و آن را تاریخ و آموخته شده. تحقیقات‌های علمی در عصر 19 خیلی بسیار هستند که یکی از آنها در عصر 19 دانش بیشتر شد. یعنی علما در اساس این جریان تحقیقات‌های اصول‌های خود را بردند. هلیوس در سال
استحصال میکنند. یعنی پوشش‌های خلوروفیل رو در جریان فتوسینتز با اشتراک انرژی رشده‌ای آن را معاینه کردند. ژان باتیست بوسنگو و ژان سنبر درباره پوشش‌های گاز کربنی و برآمد اکسیژن در فتوسینتز تحقیقات‌ها را انجام داد که این یکی از تحقیقات‌های بودند که ما آن را تا حاضر آموخته شده‌ایم. روندهای فیزیکی و کیمیایی فتوسینتز تقریباً شناخته شدند که این جریان خیلی مهم باشد. در جریان فتوسینتز دو نمود مرحله به وجود می‌آید که مرحله‌های روشنایی و تاریکی به حساب می‌روند. در اصل فتوسینتز با دو روند جدا می‌شود. روند روشنایی در کلوروپلاست‌ها با اشتراک کردن نور آفتاب و پوشش‌های ATF و روند تاریکی یک سیکل کاری که در آن گاز کربنی و ماده‌های خاص شده آن در رشده‌ای و گلوکوز تبدیل می‌یابد که این گلوکوز ماده ارگانیکی به حساب می‌رود. عالم آمریکایی مالوین کارلی برای کشف سیکل تاریکی جایزه نوبلی گردیده آن تا حاضر عملکردی شده از روی گفته‌های آن ما خیلی پیشرفته شدیم در سال 1961. جریان فتوسینتز در علم حاضره و اهمیت آن از چی عبارت است که ما در این قسم درسمان آن را می‌آموزیم. امروز فتوسینتز همچنین یک روند نه تنها برای فهمیدن حیات بلکه برای حل مشکلات گلوبالی و مانند گرمشوی گلوبالی، کاهش گاز کربنی و رشد کشاورزی خیلی مهم می‌باشد. عالمان کوشش دارند که فتوسینتز سوری که نمایند یعنی ساختن دستگاه‌هایی که به نور آفتاب ماده‌های ارگانیکی را استحصال می‌کنند آنها کوشش کرده شدند. پیگمنت سبز که هنگام جریان فتوسینتز هنگام تاثیر انرژی رشده‌ای حاصل می‌شود یک کلوروفیل به حساب می‌شود. کلوروفیل یک کلید فهمیش فتوسینتز به حساب می‌رود. در عصر 19 عالمان با خلاصه آمدند که رنگ سبز برگ‌ها کلوروفیل یعنی نقش اساسی در جریان فتوسینتز می‌باشد. آن در کلوروپلاست‌ها جایگیر شده این ارگانل‌ها در داخل حجره رستنی موجود هستند. به کلوروفیل فتوسینتز نمی‌شود. برای آنکه آفتاب وقت درخشان است البته در رستنی در موجودات زنده یعنی رستنی در حجره آنها کلوروفیل حاصل می‌شود در کلوروپلاست. تحقیقات‌های معاصر و تکنیک تحلیل پژوهش امروز عالمان با استفاده از تکنولوژی زمانه‌ای روندهای فتوسینتز را با دقت بلند مولکولری می‌آموزند. اسپکتروسکوپی برای تحلیل فروبری نور آفتاب از طریق کلوروفیل آن را آموخته و این خیلی فرق کرده. خلاصه فتوسینتز یکی از مهمترین روند طبیعت است. تاریخ آموزشان از تحقیقات‌های ساده و تجربه‌های اولین سر شده با فهمش مولکولری مرکب و استفاده تکنولوژی ذهن سنی رسیده است. آموزش فتوسینتز نه تنها علم است، آن آینده انسانیت و محیط زیست را معین می‌کند. یعنی خلاصه کرده ما همین را گفتنی هستیم که اگر جریان فتوسینتز نباشد موجودات زنده نیست، یعنی حیات قطع می‌گردد و حیات به وجود نمی‌آید. برای همین در جریان فتوسینتز یعنی انرژی روشنایی آفتاب برای موجودات زنده خیلی مهم است.